توصیه‌های معنوی. عشق لزوما به معنای رهایی نیست، البته باید باشد، اما همیشه به یاد داشته باشید که اگر آگاهانه کسی را دوست داشته باشید آنگاه عشق برکت است. عشق می تواند به طرق مختلف مخرب باشد، زیرا عشق همیشه آگاهی نیست. مادران به فرزندان خود عشق می ورزند و کل دنیا از این بابت در رنج است، چون مادر به فرزندش عشق می ورزد. از روانکاوها و روانپزشکها بپرسید، به عقیده آنها رد هر روانپریشی را می توان در رابطه فرزند و مادر یافت. بسیاری از افرادی که در دیوانه‌خانه ها بستری هستند فقط از عشق رنج میبرند. همه عشق میورزند، اما عشق آنها آگاهانه نیست. وقتی عشق همراه با آگاهی، شفقت و دلسوزی باشد، کیفیتی کاملا متفاوت به خود میگیرد و شما را رهایی میبخشد. کل وظیفه عشق رهایی بخشیدن است. عشق نه تنها در مورد رهایی سخن میگوید، بلکه میکوشد شما را رهایی ببخشد و تمام موانع راه رهایی را از میان بردارد. عشق میتواند وجود داشته باشد و اگر آگاه نباشد مخرب میشود. عشق به تنهایی کافی نیست، در غیر این صورت دنیا کاملا بهشت شده بود. شما به همسرتان عشق می‌ورزید و همسرتان به شما عشق می‌ورزد، اما عاقبت چه می‌شود؟ فقط تخریب. عشق شما اشکالی ندارد، اشکال در شماست. در ناخودآگاهتان چیزی وجود دارد که از آن آگاه نیستید. نمیگویم از عشق اجتناب کنید، ولی عشق نباید در مرحله نخست قرار گیرد. آگاهی باید اول باشد و عشق مثل سایه آن را دنبال خواهد کرد.